درود بر شما، شماتان بخیر. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. خبرها را از دوشنبه شروع میکنیم. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده با رهبریت و کارمندان نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مشورت کاری برگزار نمودند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری، در جریان ملاقات مسائل حمایت حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان در روسیه در دوره پاندمی بررسی کردید. همچنین مسائل حل سریع‌وقتی مشکلات مهاجران، هماهنگسازی فعالیت دیاسپوراهای تاجیکان در منطقه‌های روسیه، تامین شغل مهاجران مهنتی در اساس قانونگذاری مهاجرت روسیه و تقویت کارهای اطلاعاتی در بین آنها بررسی شدند. در این ملاقات قرار قبول گردید که از این به بعد هر هفته روزهای جمعه ملاقات‌های ویدیویی رهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری با نمایندگی وزارت در فدراسیون روسیه برگزار می شود. در داخل جلسه کاری سپارش‌های مشخص به تحلیل وضع کنونی و شرایط کاری مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، همچنین تهیه نقشه کاری وزارت برای نیم ساله اول سال 2021 مورد بررسی قرار داده شد. بر روسیه برمیگردیم. ادامه خبرها. حامیان حقوق و نمایندگان جامعه علمی توصیه‌ها به تطبیق عفو رسمی قانونی برای مهاجرانی که غیر قانونی یا نیم قانونی در روسیه قرار دارند تهیه و به مقامات دخل‌دار دولتی پیشنهاد می‌کنند. این مسئله موضوع کنفرانس علمی عفو مهاجرت همچون مکانیزم حل مشکلات دموگرافی روسیه خواهد بود. چرابینی 9 دکامبر سال 2020 در اکادمی علم‌های روسیه برگزار می شود. در آن نمایندگان سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه، نمایندگان یک قطار سفارتخانه‌های کشورهای مقیم مسکو، حامیان حقوق، فعالان دیاسپوراهای خلق و ملت‌ها و دیگر نفران فعال جامعه اشتراک می‌کنند. در کنفرانس چنین مسائل‌ها با مانند تهدیدهای دموگرافی به امنیت ملی فدراسیون روسیه، خصوصیت‌های تنظیمی وضع حقوقی مهاجران و آموزش تجربه بین المللی عفو قانونی بررسی می شود. در نتیجه چاره‌بینی توصیه‌های مشترک تهیه کرده می شوند که با ساختارهای منفعت‌داری دولتی و تشکیلات‌های جمعیتی استفاده می شوند. معلوم است که کارشناسان یک چند راه قانونی گردانی مهاجران مهنتی و شخصان به شهروندی را پیشنهاد می‌کنند. قید کرده می شود که اکثر آنها مدت طولانی در روسیه زندگی می‌کنند، اما با سبب‌های گوناگون مقام خود را قانونی کرده نمی‌توانند. محض آنها به یکی از گروه‌های اذیت اجتماعی آسیب‌پذیر داخل می‌گردند. در ولایت اسمالینسک روسیه مرزبانان ثبت بی‌سابقه مهاجران غیر قانونی را به قید گرفتند. حادثه‌های نوی بازداشت عبور غیر قانونی سرحد تقریباً 10 روز پیش باز دوام دارد. ریاست نیروهای مرزبانی منطقه اطلاع داده است که تنها در یک ماه اخیر بیش از 900 شهروند خارجی هنگام کوشش عبور غیرقانونی مرز فدراسیون روسیه بازداشت شدند. زیاد از نصف این شماره شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز میباشند. مهاجران اول به قلمرو دولتی همسایه میآیند و از آنجا کوشش میکنند با هر راه به روسیه وارد کردند. برای اکثریت این یگانه راهی وارد گردیدن به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه میباشد. طبق اطلاع ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت اسمالینسک طی یک ماه اخیر 9 پرونده جنایی با مدعی تشکیل مهاجرت غیرقانونی آغاز شده است. مبلغ جریمه‌های ستانیده شده علاقه از 1 میلیون روبل گذشته است. رسمی شویم که در رابطه با پنجشنبه سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 در روسیه برای ورود به شهروندان خارجی محدودیت‌های معین موجود است. خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. در سال 2020 در بین دانشجویان و مهاجران از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل برای مبارزه با ایدئولوژی تروریسم بیش از 86,000 چاره‌بینی گذرانیده شد. این در جریان جلسه یک جای کمیته ملی ضد تروریستی و ستاد فوری فدرالی در مسکو
معلوم شد. اشتراکچیان چورابینی تاکید کردند که پیشگیری تروریسم در کره خود تفصیلاتناک باقی میماند. قبل از همه قبول چراها و به پیشگیری جلب جوانان به گروه‌های جنایی باید در افضلیت کارها در این سمت باشد. همین طور در سال 2020 با اشتراک فعالانه تشکیلات جمعیتی در بین دانشجویان و مهاجران ملتی از جمهوری‌های آسیای مرکزی که در روسیه زندگی می‌کنند زیاده از 86,000 چرابینی‌های پیشگیری کننده گذرانده شده است. غیر از آن خبر داده می‌شود که در سال سپری شده 149 خارجی که احتمال در فعالیت‌های تروریستی و اکستریمیستی دست داشتند به قلمرو فدراسیون روسیه راه داده نشدند. نشر خبرهای آخرین امروزه تاجیکستان و جهان است در روی موج رادیو مهاجر. شرکت هواپیمایی روسی اورالسکی اولینی پروازهای منتظم به شهر اوش و بشکک جمهوری قرقیزستان را از 8 شهر روسیه از سر میگیرد. در این باره روز 8 دکمبر از خدمات مطبوعات شرکت به رسانه‌ها خبر دادند. قرقیزستان برای همه سیاحان خارجی مرزهای خود را باز می‌کند. یعنی ما از 8 کشور روسیه پروازهای منتظم به اوش و بشکک را آغاز می‌کنیم. ما از مسکو، از فرودگاه‌های بین‌المللی دماتیت و ژوکووسکی، از سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نیژنی‌بارتوفسک، قازان، کراسنویارسک و سمارا پروازها را انجام میدیم. گفته می شود در پیام شرکت هوانوردی اورالسکی اولینی. پیش از فرود به قرقیزستان از مسافران هواپیما شهادتنامه عاری بودن از ویروس کووید 19 طلب کرده می شود که آن نه دیرتر از 72 ساعت پیش از رسیدن به قرقیزستان داده شده باشد. با سبب پاندمی کووید 19 روسیه بهار سال گذشته پرواز منتظم مسافران را با دیگر کشورها قطع کرد. پروازها به یک قطار کشورها از جمله قرقیزستان از تابستان قسما از سر گرفته شدند. از 21 سپتامبر روسیه پروازهای صادراتی را نیز قطع کرد و ارتباط انفرادی منتظم با جمهوری خود را برقرار کرد. 5 دکمبر سال جاری مقامات جمهوری قرقیزستان مرزهای خود را برای ورود شهروندان خارجی از تمامی کشورهای جهان باز نمودند. ادامه نشر خبری. در روسیه کوتا برای گرفتن اجازت برای اقامت موقتی خود RVP در سال 2021 یک بار کاهش یافت. مقامات روسیه شماره کوتاها برای دادن اجازتنامه اقامت موقتی در روسیه را به خارجیان و شخصان به شهروندی کاهش دادند، اما سبب‌های این را شرح ندادند. رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین فرمان را درباره دادن کوتا اجازت اقامت موقتی برای خارجیان و شخصان به شهروندی برای سال 2021 برای هر یک منطقه روسیه امضا کرد. همین طریق کوتا برای دادن اجازتنامه اقامت موقتی خود به اصطلاح کوتاه روسی RVP به خارجیان در سال 2021 39325 عدد خواهد بود که از این فرمان از فرمان رئیس حکومت فدراسیون روسیه برمی‌آید. طبق خبر داده می شود سال 2020 برای شهروندان خارجی و شخصان به شهروند 60270 اجازتنامه اقامت موقتی خود RVP جدا گردیده بود. این رقم در سال 2019 83480 و در سال 2018 90360 عدد کوتا RVP را در بر می گرفت. ولی چه سبب گشت که در سال 2021 حکومت فدراسیون روسیه یک بار تا 2 مرتبه کوتا را برای دادن RVP به خارجیان کاهش دادند. قید کرده می شود که ولایت مسکو از همه بیشتر 12000 کوتا، شهر مسکو 2000 و سنت پترزبورگ 12000 کوتا اجازتنامه اقامت موقتی خود RVP به دست آوردند. ولایت بلگوراد، تولا، رستاف و منطقه ستاوروپول در سال 2021 می توانند ترکدامه به 1000 مهاجر RVP دهند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در ماه سپتامبر شماره مهاجران ملتی در روسیه سالانه تقریبا 4.1% کاهش یافتند که این تقریبا 1.8 میلیون نفر را در بر میگیرد که این شماره در مقایسه با همین دوره سال 2019 3 میلیون مهاجر کمتر است. سامیان عزیز، در آخر نشر خبری عکس شناسنامه جمهوری تاجیکستان با نام و نسب رحمان علیف زنجیر گلمرادویچ را می‌بینید که در شهر مسکو با قسمی از حجت‌های دیگر یافت گردیده است. شناسنامه و دیگر حجت‌های با نام شهروند جمهوری تاجیکستان رحمان علیف
زنجیر گلمرودویچ یافت شده به صاحبش برگردانیده می شود. تلفن برای تماس با نفری که حجت‌ها را دریافت نموده است. 8964 712 71 71. در روی موج رادیوی مهاجر نشر خبری آخرین امروزه را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت تمنا می‌سازیم.